در قربانی کردن کدامش ثوابش بالا است؟ آیا یک گوسفند یا یک بز یا اینکه گاو یا شتر کدامش؟ بعضی ها میگن که نه، در یک گاو شریک شوی این ثوابش بالاست یا در شتر. این گپ هیچ عالم نگفتگی است، بلکه اصلش است در بین مجتهدین اختلاف است. مذهب مالکی میگه که اول گوسفند است، بعد از اون میگه شتر و گاو است، به خاطر که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش همیشه ذبح میکرد کبشین. کبش همون گوسفند قچ یعنی نر باشه، خسی نشده باشه، اقرنین دیگه شاخ داشت، شاخ املحین ابلق بود یعنی سفید و بعضی جایش سیاه بود، پایایش و نوک دهنش و بعضی اطرافش سیاه بود. میگه این را ذبح میکرد و به دست خود 2 دانه هر سال، یکی از طرف خود یکی از طرف امتش، از فقرا و اینا کسایی که ندارن. اما صحیح است که در افضلیت و بهترش اول شتر است که شریک کسی نباشه، تنها یک مسلمان، یک فامیل، یک خانواده یک دانه شتر ذبح کنه. بعد از او دومش یک دانه گاو است که شریک نباشه بدون شراکت. بعد از او یک گوسفند است و بعد از او یک دانه بز است. چرا؟ زیرا در این باره واقعا دلیل بسیار روشن وجود داره. در نماز جمعه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که در اول ساعت در جمعه داخل شود، اول ساعت، فکأنما و من راح فی الساعه الاولى، کسی که در ساعت اول بیاد، در لحظه اول در نماز جمعه بیاد، فکأنما قرب بدنه، گویا که یک شتر در راه الله ذبح کرده، یعنی یک شتر کامل. زیرایی گوشتش هم زیاد است، فایدهش هم زیاد است، قیمتش هم بالاست. واقعا یک دانه شتر، شراکت نه، یک دانه را یک خانواده. حالا میگه شتر در افغانستان آمد 1.5 لک و اینا. سرمایه دارا باید میتو کنن. بعضی سرمایه دارا از قرار ششته دم یک گوسفندی که یک فقیر قرض میگیره میره ذبح میکنه یا مموتو میپاله. تو سرمایه الله برات داده، شتر ذبح کو، گوشتش تقسیم کو به فقرا و اینا. دومش میگه کسی که در ساعت دوم میاد در نماز جمعه، فکأنما قرب بقرة، گویا که یک گاو در راه الله ذبح کرد. حالا ما شما را که میگیم وقت بیاین، میشینین 12:30 بجه که شد باز میرسه اکثریت. وقت بیاین، ثواب نماز جمعه را بگیرین و حتی پیش از وقت آمدن هر قدمش 1 سال عبادت نماز روزه. کوشش کنین جمعه را برای عبادت تخصیص بدین. پیش بیاین در اینجا قرآن بخونین، یک 5 سپاره در یک روز تلاوت کنین، الله اکبر بگوین، اذکار بکنین. همین کسایی که بسیار میفهمن اما باز عمل کم میکنن. یعنی سعی کنین یک گاو میگه که ذبح ساعت دوم، کسی که در ساعت یعنی لحظه سومش میاد گویا که یک شات ذبح کردگی است، یعنی با الله صدقه کردگی است، یک گوسفند. بعد از اون تو پایین میشه. این از این فهمیده میشه که اول شتر است با یک گاو باشه، یک 7 نفر نه. بعد میگه 7 نفر در گاو شریک شوی از گوسفند که بهتر است. نیست، یک دانه گاو. با سرمایه داراست گاو هم نمیگیره، ولی الله بر تو داده یک دانه گاو بگی. خصوصا که یک بعضی فامیلا چندین برادر هم بچه جدا میشینن، خود یک فامیل هستن مشترک غذا دارن، غذایشان مشترک است، 5-6 فامیل هستن اونجا، کل ازوا با یک دانه گوسفند میگیره. حالا شما یک گاو بگیرید، خود اعضای فامیلتان دو شریک بسازید. و سوم گوسفند برای کسی که توانایی از او بالا رو نداره، باز گوسفند، باز یک دانه گوسفند بگیرد و قچ باشد، یعنی خسی نباشه، این بهتر است. چاقدار باشه او بهتر است. چقدر که چاق باشه، چقدر که صحتمند باشه، مرض یا نداشتم، هر قدر که خوب باشه، بهترین مال باشه، همان قدر ثوابش بالاست. اگر یک کسی تواناییش بسیار نباشه، باز یک دانه گوسفند به کل فامیل که چند بچه‌ای که هستند شریک هستند در یک خانه زندگی میکنن کفایت میکنه. بعد از او یک دانه بز است. البته در شرطش است که در اینا سال عمرشان شتر 5 سال تکمیل کرده باشه، پای به 6 مانده باشه، گاو که 2 سال تکمیل کرده باشه. زیرا پیامبر میفرماید که لا تذبحوا الا مسنه، ذبح نکنید مگر مسنه هر حیوانی که دندان شیریش افتیده باشه او را میگه. الا یعصر علیکم، مگر که بس ما سخت شد فتذبحوا جزاء من الضأن، باز یک گوسفندی که جزاء
6 ماه تکمیل کرده باشه هم می شود. 1 سال گوسفند ای بهتر است، مگر اگر 6 ماه باشه خوب باشد و میشه. و در بز که است یعنی چی 1 سال تکمیل شده و شرطش 6 ماه نمیشه. دیگه از این که چقدر بهترتر باشه خوبتر باشه، مثلا گاو 3 سال 4 سال بهترتر و خوبتر، اما قدر باز ثوابش بالا می رود. خب این خو در ارتباط به بهتر بودن از این که ما کدام نوع حیوان ذبح بکنیم و ثوابش در کجا است، این را بیان کردیم و حکمش هم گفتیم که احکامش چی است. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم گوسفند به این میکرد به خاطر تخفیف با امتش، که امت که از کلگی سرمایه نداره، یعنی امیا گوسفند هم بکنن برشان میشه. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت که بسم الله اللهم هذا عني و عن من لم یضحی من امتی، ای از طرف ما و از کسایی که از امت ما ذبح نکرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار امت خود دوست داشت.